سلام، شبتون بخیر باشه. 23 بهمن ماه 1403 داشتم توی دفتر برنامه ریزیم اهدافم رو می نوشتم که برق رفت. 1.5 ساعت برق رفته. حتی نمیتونیم آرزوها و اهدافمون رو روی برگه بنویسیم دیگه. قشنگه نه؟ این جوونی که داره میسوزه فکر میکنم از دید خیلی ها قشنگه، ولی ما رو داره نابود میکنه. چی باید بگیم؟ من نباید حرف ناامید کننده بزنم که یعنی نمیشه که گول زد دیگه، نه؟ اون میشود ها، میرسیم ها، به دست میاریم ها دیگه نمیدونم. امیدوارم که به خودمون یه عمر امید واهی نداده باشیم، برسیم، بتونیم توی جوونی پیر نشیم، پیرمون نکنن. چون ما خیلی زحمت کشیدیم، نه؟ خیلی دویدیم، خیلی تلاش کردیم. نکنیم با ما اینجوری.